یه لحظه تصور کن. یه روز عادیه، داری توی ترافیک همیشگی تهران میسوزی، شیشه رو میکشی پایین، همه دارن غر میزنن. یهو یه نور عجیب، مثل اینکه خورشید خودشو پرت کرده وسط شهر. همونجا همه چی تمومه. بمب اتم. حالا سوال، اگه واقعاً یه بمب اتم توی تهران منفجر بشه، دقیقاً چی میشه؟ اول بذار یه چیز رو روشن کنم. تهران حدود 9 میلیون جمعیت دائم داره. روزا این عدد راحت میکشه به بالای 15 میلیون، چون همه از اطراف میان برای کار و زندگی. یعنی یه بمب اینجا منفجر شه، ما فقط با خرابی چند تا خونه طرف نیستیم. این یه آخرالزمان کوچیکه. تصور کن، یه روز وسط تهران، حوالی میدان آزادی، یه بمب اتم بخوره. نه از اون بمبای کوچیک فیلمای تخیلی، یه بمب واقعی، چیزی مثل همونی که آمریکا رو هیروشیما انداخت. قدرتش حدود 15 کیلوتن TNT بود، یعنی معادل ترکوندن 15,000 تن مواد منفجره توی یه لحظه. حالا یه مقایسه. بزرگترین بمبای امروزی میتونن تا 100 برابر قوی‌تر از هیروشیما باشن. ولی بذار ما با همون بمب کوچیک شروع کنیم، چون حتی اونم برای شهری مثل تهران یعنی پایان دنیا. مرحله اول، انفجار اولیه. شعاع ویرانی کامل توی بمب هیروشیما چیزی حدود 1.6 کیلومتر بود. بذار اینو روی نقشه تهران بندازیم. اگر بمب دقیقاً روی میدان آزادی منفجر بشه، هر چی توی محدوده آزادی، ستارخان، انقلاب و اطرافش باشه، در جا نابود میشه. ساختمون معمولی توی تهران مقاومتش نهایتاً در حد 0.2 تا 0.3 اتمسفر فشار موج انفجاره. ولی موج این بمب توی اون شعاع چیزی حدود 2 تا 5 اتمسفر فشار وارد میکنه. یعنی دیوارای بتونی هم مثل مقوای خیس مچاله میشن. توی همین شعاع حداقل 70,000 واحد مسکونی وجود داره. همشون له میشن. مرحله دوم، شعاع مرگ. تا شعاع 3 کیلومتر موج انفجار شیشه ها و دیوارهای خونه ها رو کامل نابود میکنه. مثلا توی مناطقی مثل گیشا، امیرآباد و بخشی از یوسف آباد مردم یا کشته میشن یا با جراحت‌های شدید زنده میمونن. توی این محدوده تقریباً 300,000 واحد مسکونی هست. بالای 1.5 میلیون نفر ساکن دائمی دارن. تخریب کامل نیست، ولی مرگ و جراحت بالاست. مرحله سوم، حرارت و آتش. دما توی مرکز انفجار میتونه برسه به 4,000 درجه سانتیگراد. این یعنی آسفالت، فلز، حتی شیشه ذوب میشه. تا شعاع 5 کیلومتر هر چی خشک باشه آتیش میگیره. فرض کن توی خونه نزدیک ونک باشی، پنجرت میشکنه، پرده ها آتیش میگیرن و اگه همون لحظه فرار نکنی کل ساختمون میسوزه. این یعنی چیزی حدود 500,000 خونه دیگه درگیر حریق میشن. مرحله چهارم، تشعشع. یه چیز دیگه هم هست، اشعه. تا شعاع 2 کیلومتر آدمایی که زنده موندن دوز کشنده میگیرن. حتی اگه همون لحظه نمیرن، توی چند روز یا هفته بعد از تشعشع میمیرن. و تا شعاع 10 کیلومتر میتونه سرطان و مشکلات ژنتیکی ایجاد کنه. یعنی اگر بمب میدون آزادی منفجر شه، کسایی که توی پاسداران، تهران پارس یا حتی بخشی از شهر ری هستند هم ممکنه در سالهای بعد سرطان بگیرن. مرحله پنجم، شهرهای اطراف. تهران تنها نیست. دماوند، کرج، اسلامشهر، شهریار، پاکدشت، همه اینا توی همون روز اول تحت تأثیر موج و آلودگی قرار میگیرن. باد تشعشعاتو میبره سمت شرق. یعنی قم، ورامین و حتی سمنان میتونن درگیر گرد و غبار رادیواکتیو بشن. پس داستان فقط نابودی تهران نیست، کل نیمه شمالی ایران ضربه میخوره. مرحله ششم، خسارت اقتصادی. بذار یه حساب سرانگشتی کنیم. هر واحد مسکونی توی تهران میانگین حدود 5 میلیارد تومان ارزش داره.
فقط توی شعاع نابودی اولیه داریم درباره 350,000 میلیارد تومان حرف میزنیم. اگر کل خسارت ساختمونا، زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها و وسایل نقلیه رو حساب کنیم، راحت به بالای چندین هزار میلیارد دلار میرسه. مقایسه کن. بودجه سالانه ایران کلش حدود 100 میلیارد دلاره. یعنی فقط یه بمب میتونه چیزی رو نابود کنه که ایران با همه بودجهش تا 50 سال هم نمیتونه جبران کنه. مرحله هفتم، واکنش مردم. اینجا داستان خیلی انسانی تر میشه. تو اون لحظه مردم فرار میکنن. اما فرار به کجا؟ راهها قفل میشه. کسایی که توی محدوده‌های کم خطرتر هستن میزنن به سمت شمال شهر یا حتی استانهای دیگه. هر کی آب و غذا گیر بیاره قایمش میکنه. بانک و پول عملاً بیارزش میشه. همه دنبال دارو و خوراکی میگردن. تصور کن یه شهر 10 میلیونی که نصفش نابوده و نصف دیگهش وحشت زده است. پلیس، ارتش، اورژانس خودشونم یا نابود شدن یا گرفتار. یعنی عملاً قانون فرو میریزه. جمع‌بندی: یه بمب اتم حتی کوچیک تهران رو از یک کلان شهر 10 میلیونی تبدیل میکنه به یه خرابه شعله‌ور. میلیون‌ها نفر کشته میشن. میلیون‌ها نفر دیگه زخمی یا بیمار میشن. خسارت اقتصادی چندین برابر کل بودجه کشوره و نصف ایران مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اثراتش میشه. حالا فکر کن بمبای امروزی که 100 برابر قدرت دارن منفجر بشن، تهران دیگه رو نقشه نمیمونه. این یه کابوسه که امیدوارم هیچ وقت به واقعیت نرسه، ولی دونستنش کمک میکنه بفهمیم زندگی چقدر شکننده است.